بسم الله الرحمن الرحیم. روز 17 آبان سال روز ورود تاریخی امام رضا علیه السلام، امام رؤوف، به شهر عبرکوه و منزلگاه ایشون که در مسجد بیرون هست. اینجا هر ساله به این مناسبت برنامه‌ای رو هیئت مکتب الرضا با همکاری سایر دستگاه و هیئت‌های شهرستان برگزار می‌کنند و مردم به پاس ورود امام رضا علیه السلام به شهر عبرکوه در این مکان مقدس جمع میشن و یادی میکنن از این روز تاریخی. روز 17 آبان ماه یک روز در واقع به یاد ماندنی برای مردم عبرکوه. روزی که امام هشتم از مدینه تا مرو وارد این شهر شدن و در این شهر بیتوته کردن. خب هر سال مردم عبرکوه این روز رو گرامی می‌دارن به 3 دلیل خیلی مهم. اول اینکه این رو جز شعائر الله میدونن، اون چیزی که در قرآن آمده و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب، و اون رو یک فضیلت میدونن برای اینکه گرامی بدارن این روز عزیز رو. نکته دوم این که رویداد بزرگ حضور آقا امام رضا در این شهرستان در واقع بخشی از سفر سیاسی امام رضا تلقی میشه. در واقع اون سیاستی که امام رضا داشتن برای روشنگری در خصوص فساد مأمون در رابطه با تبیین ویژگی‌های مختلف حکومت اسلامی و چند روزی از اون روند در این شهرستان رقم خورده. و نکته سوم که مسجد بیرون به بخشی از میراث فرهنگی این شهرستان تبدیل شده، میراثی که باید اون رو زنده نگه داشت. این اثر جزء آثار ملی هست، مربوط به در واقع سالیان ابتدایی اسلام، و به همین خاطر مردم عزیز عبرکوه، مردم ولایت مدار این شهرستان، هر ساله طی مراسمی این رویداد بزرگ رو در این محل مبارک گرامی می‌دارن و زنده نگه داشتن. اینجا عبرکوه است، شهر زندگی در مسیر بالندگی.